سلام، خوش اومدید به ایران پلاس. به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. محمود شهریاری، مجری سابق که ممنوع الکار شد، تیستر شد و حالا میخواد که فود بلاگر بشه. من و این همه خوشبختی محاله. دوستان عزیز، محمود شهریاری هستم و میخوام بهتون غذا معرفی کنم. این همه غذا بفرمایید. واکنش مردم هم به این اتفاق چندان منفی نبوده و اکثرا ازش حمایت کردن و نوشتن خیلی هم خوبه، خودش داره نون در میاره. این مجری با سابقه تلویزیون به خاطر عقاید تند و مذهبیون کنارش زدن و از هر دری خواست وارد بشه نتونست و کارگیرش نیامد. بنده خدا داره تبلیغ میکنه، انشالله که موفق باشه. یکی دیگه نوشته مجبوره دیگه، هیچکس از زندگیش خبر نداره که بخواد قضاوت کنه، وگرنه که تلویزیون و رسانه رو رها کنه تیستر بشه. انتقاد تند زهرا سعیدی و داریوش ارجمند از سختگیری‌ها در برنامه‌های تلویزیونی. توی تلویزیون حق نداریم حتی یه تار مومون دیده بشه. تلویزیون دست از این پافشاری خیلی سنگینی که داره که رو یه سری خطایی که خودش برای خودش کشیده داره پافشاری میکنه دست برداره و تلویزیون یک فضای بازی باشه. مثل چی؟ این خطا مثل الان مثلا شما رو سریت اونجوری سرته که 90% خانمای ایرانی روسری اینجوری سر میکنن، خب ولی ما تو تلویزیون حق نداریم که یه نخ مومون پیدا باشه. من اینو اتفاقا به مدیر تلویزیون، مدیر کدوم یک از شبکه‌ها؟ نه، مدیر کل، آقای علی اصگری، من اینو به خود آقای علی اصگری هم گفتم آقا 90% خانمای ما حداقل یک ذره از موهاشون پیدا هست. شما اگر بذارید که بازیگرا این روسری رو به صورت طبیعی سر کنن، مردم بیشتر احساس همزاد پنداری میکنن. مثل کاری که آقای شمقدری کردن تو سریالشون دیگه، از پستیژ استفاده کنن. حالا اونم مسخره است دیگه، پستیژ هم چیز زشتیه. شمقدری اصلا مشخص نبود، خیلی خوبه. نه زشته. حالا چرا یه ذره از ماه خودشون پیدا نباشه؟ زمانه امروزه، قرن 21. ولی اگر که همیشه فکر کنیم خب زنای خوب چادر سر میکنن، زنای بد مثلا لباسای جلف میپوشن، این کاری که میکنه تلویزیون الان کلیشه درست کرده، این ضربه میزنه. حالا من میگم سانسور چیز بدی نیست. همین شال شما، شلوار شما، لباس شما سانسور. بلا ما همون باید تو جنگل با یه برگ بابا آدم را میرفتی. میخوام به شما بگم نه، سانسور چیز بدی نیست. بابا از یکی باید تبعیت بکنیم دیگه. نمیشه که یک مأموری بیاد، ناظر کیفی نمیدونم چی میگن، کیفی بیاد بگه اینو من نمیخوام، اونو میخوام، اینجوریه، این چرا اینجوریه، اون چرا اونجوریه. آقا میگن موی زن دیده نشه، همه دارن سعی میکنن این کارو بکنن تو سریال. باور کنین بارها و بارها صحنه‌های سخت رو تکرار کردیم به خاطر اینکه منشی صحنه ما اومده گفته آقا موش دیده شد. خب تکرار کردیم واسه اینکه دیده نشه، برای اینکه ما یه اصولی رو قبول کردیم کار بکنیم. اما اینکه دیگه اینقدر سلیقه اعمال بشه که اصل قضیه از بین بره، من موافق نیستم. اولین مصاحبه پسر فتحعلی اویسی در رابطه با مرگ فتحعلی اویسی. مجدداً تسلیت میگم خدمتتون و در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم، تشکر میکنم، خیلی متشکرم. سلام به شما و سلام به بینندگان عزیزتون. خیلی متشکرم، در خدمت. بزرگوارین روح پدر شاد باشه. میخوایم ازتون بپرسیم که چه شد، شما توضیح بدین، چون کلی خبره که هم منتشر شد در بله من اول از همه بگم که کرونا نبود اصلا به هیچ عنوان. بله پدر 2 دوز واکسنشون هم زده بودن ولی ارتباطی نداشت خودشون به واکسن ها و به کرونا. ایشون سکته مغزی کردن و متاسفانه یه جراحی روی مغزشون انجام شد، بعدش دیگه دووم نیاوردن و رفتن تو کما و متاسفانه دیگه ما بعد از کما ایشون رو از دست دادیم. ای بابا.
ممنون که خبرهای امروز رو با ایران پلاس دنبال کردید. اگه میخواید ویدیوهای بعدی رو در اسرع وقت ببینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت ازمون حمایت کنید.